با صدا دادن سرود ملی در دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاستی تاجیکستان کنفرانس علمی عملیوی جمهوریوی در موضوع تکمیل قانونگذاری ضد کروپسیونی معماها و دورنمای رشد برگزار گردید. مهمانان کنفرانس عالمان و دانشمندان از مؤسسه های تحصیلات کسبی عالی و کارمندان و نمایندگان مقامات حفظ حقوق بودند. شریف زاده مومن مشاکر رکتور دانشگاه دولتی حقوق بیزنس و سیاستی تاجیکستان چاره‌بینی را افتتاح نمود. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم عبدالرحمن قصد نمودند که مبارزه بر ضد کروپسیا فقط وظیفه مقامات حفظ حقوق نیست. در این مبارزه تمام اهل جامعه، هر یک شهروند و جامعه شهروندی نباید بی‌طرف باشند. کنفرانس علمی عملیوی جمهوریوی در موضوع تکمیل قانونگذاری ضد کروپسیونی معماها و دورنمای رشد با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت برگزار گشت. معاون رئیس کمیته حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت امین جان شریف زاده عاید به سیاست پیشگرفته دولت و حکومت از جمله در مورد کروپسیا و مبارزه علیه آن برآمد نمود. موصوف از عملی شوی یک قطار سند و معیارهای قانونی بابت مقاومت علیه کروپسیا یادآور شد. در کشور صاحب استقلال ما جهت پیشگیری و رهایی از این عمل نامطلوب سندهای معیاری حقوقی قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کروپسیا دو مراتب استراتژی مقاومت به کروپسیا در جمهوری تاجیکستان قبول کرده شده است. قانون جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کروپسیا برای حفظ منفعت‌های جامعه نگرانده شده است که در آن آمده است. قانون مذکور به حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، منفعت‌های جمعیت، تامین امنیت ملی، فعالیت معتدل مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، پاک‌طینتی و بی‌غرضی در خدمت دولتی روانه گردیده، اساس‌های تشکیلی و حقوقی پیشگیری، آشکارکنی، گشودن و برهم دادن عاقبت‌های حقوق و ویرانکنی‌های به کروپسیا علاقمند و به جوابگری کشیدن شخص را مقرر کرده است. سپس انور سفرزاده مدیر کافدرای حقوق جنایتی و مقاومت با کروپسیا دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع مسائل مبرم سیاست حقوقی جنایتی در سمت مقاومت با کروپسیا برآمد نمود. نام برده از مفهوم مبارزه بر ضد کروپسیا و عوض شدن این مفهوم با مقاومت علیه کروپسیا حرف زد. از جمله قید گردید که کروپسیا در پیشرفت تمام ساحه‌های دولت مانع شدنش ممکن است. و برای همین ما تصمیم گرفتیم که نام قانون از مبارزه بر ضد کروپسیا و مقاومت، یعنی دقت اساسی به سمت پیشگیری کروپسیا در جامعه روانه کرده شود. و مسئله دیگری که در این قانون امروز پیشنهاد کرده شده است، این مشخص معین کردن مفهومی که استفاده کرده میشه. نقش جامعه شهروندی در سمت عملیگردانی سیاست ضد کروپسیونی دولت این بود. معرضی نظریان وصلیبک ناظر کلان شعبه پیشگیری کروپسیایی ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت. وصلیبک نظریان از تاریخ شامل شدن جمهوری تاجیکستان به سازمان ملل متحد و مبارزه جمهوری تاجیکستان با تشکیلات‌های بین الخلقی علیه این پدیده نامطلوب یادآور شد. ما یادآوری از آن می‌کنیم که در حالی که ما کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مبارزه بر ضد کروپسیا را قبول کردیم و با توسعه تشکیلات‌های بین‌المللی با آموزش کنوانسیون سازمان ملل درباره مبارزه بر ضد کروپسیا از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم عبدالرحمن و تفسیر کارشناسان سر دولت به خلاصه آمدند که باید در جمهوری تاجیکستان یک مقامات مخصوص گردانده شده تأسیس داده شود که سیاست ضد کروپسیونی حکومت جمهوری تاجیکستان در همه سمت‌ها فرا گیرد. از همین نقطه نظر ما شما آگاه هستیم که تاریخ 10 ژانویه سال 2007 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقامات مخصوص گردانده شده با نام اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شد. در کنفرانس علمی عملیوی جمهوریوی در موضوع تکمیل قانونگذاری ضد کروپسیونی معماها و دورنمای رشد از طرف عالمان و دانشمندان کشور معرضه‌های مهم شنیده شد. در جریان کنفرانس تاکید گردید که مبارزه بر ضد کروپسیا نه تنها وظیفه کارمندان حفظ حقوق بلکه در این مبارزه تمام اهل جامعه و هر یک شهروند نباید بی‌طرف باشد، زیرا در پیشرفت دولت هر یک شهروند تاجیکستان سهمگزار است. گزارش سومن حامد و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.